این زندان که توی یه جزیره دور افتاده است در واقع لاکچری ترین زندان دنیاست که زندانیا میتونن آزادانه توش بچرن، اما این همه امکانات بدون هزینه هم نیست. در واقع این زندانیا سوژه آزمایشات انسانی هستند. توی کمر هر زندانی یه محفظه مخصوص برای تزریق داروهای مختلف قرار داده شده که کریس یعنی رئیس آزمایشگاه میتونه از طریق اون داروهای مد نظرش رو به زندانی تزریق کنه. یه روز کریس حامد و هانیه رو فرستاد توی اتاق آزمایش و می‌خواست یه داروی جدید به نام معجون عشق روشون آزمایش کنه. بعد از اینکه کریس دارو رو بهشون تزریق کرد یهو از هم دیگه خوششون اومد و بعد یه جوری افتادن به جون هم که چند نفری هم نمیشد از هم جداشون کرد. کریس که از نتیجه آزمایش راضی بود، روز بعد حامد رو با یه پیرزن فرستاد تو اتاق. پیرزن همینجوری پیش‌فرض حشری بود، ولی بعد از اینکه کریس معجون عشق رو بهشون تزریق کرد همو پاره کردن. روز بعد حامد طبق معمول توی اتاق آزمایش منتظر نشسته بود که یهو یه دیو وحشی وارد اتاق شد. مشخص بود که اگه معجون عشق به این هیولا تزریق بشه حامد زنده از این اتاق بیرون نمی اومد. واسه همین حامد به کریس گفت جون مادر این دفعه رو از کون ما بگذر.